طبق نتیجه‌های دیر اعلان شده حزب کمونیستی تاجیکستان برنده 2.3% آوازها شد و نتوانست وارد پارلمان شود. این نتیجه ها را رئیس یکی از کهن‌ترین حزب‌های سیاسی تاجیکستان شادیش عبدالوف گفت که قبول ندارد و رایدهی را یک فرض نامید. در یک صحبت با شادیش عبدالوف همکارم خورشیدی همدم از او خواست نظر خود را به بیرون شدن این حزب از پارلمان بگوید. از گفته‌های شما برمیاد که حزب کمونیست در پارلمان هیچ کرسی را به دست نآورده است. اصلا من شما روی راست میگم. امین حکومت از وجود من در پارلمان درد سر شده است دیگر، چون که من زنده بود جناب عالی و این خیلی گپا را هیچ وقت نمیگویم. همون وقتی که لایحه قانون نادرست، من قانونهای دیگر و دخالت نمیکنم، صلاحیت پروکراتور سود و دیگر چیزا، این صلاحیت پرزیدنت است، بین و چخیل حکومت تقسیم میکند بین سود و پروکرور و دیگر ملیسه و دیگر، این کار هو است. لیکن وقتی که مسائل اجتماعی دولت اجتماعی که باشیم برمی آید، من خاموش شده نمیتونم. این مسئله انداز است، نفقه هست، معیوبی از دیگر چیزا، نرخ برق است و دیگر چیزا به اولی من در نظر دارم. اینها من روی روز میگویم و این چندان نمیفوره. استاد، تحلیلگران بر این نظرند که حزب کمونیست در این انتخابات قربانی شد. یعنی منظورش این هست که چون تلاش‌ها برای بیرون کردن حزب نهضت وجود داشت و به خاطر آنکه حزب نهضت را از صحن پارلمان بیرون کنند، باید یک کس دیگر هم قربان شود، باید حزب کمونیست هم بیرون نشه. این اساس دارد سخن شما. من چیز میگم که ما درست است، این هم هست، اساس دارد. ما چندین مکانیزم حل مسائل چیزی اقتصادی کریزیس و بحران گفتیم، لیکن ما یگانه حزب گفتیم که اورازیست داخل شدن، یعنی اتحاد گمرکی و اقتصادیات آسیا آفریقا، آسیا و اروپای آسیا داخل شدن، مثل که قزاقستان است و بلاروس و قرقیزستان. یگانه حزب همین شروع خوب پذیرفتند و مردم بسیار انتظار بود که همین حزب همین مسئله را در پارلمان میمونه. تشکر. شادیش عبدالوف رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان به سوالهای رادیوی آزادی پاسخ داد. شکل کامل این مصاحبه در سایت اینترنتی رادیوی آزادی دسترس است.